جمشید گل احمدزاده گنرال مایور و سرداری آژانس مبارزه با فساد در منطقه کولاب اولین منصبدار بلندپایه تاجیک است که موجودیت سرباز شکار یا ابله را در دعوت به خدمت حربی و شرکت خود را در آن اقرار کرد. در پاسخ به سوال خبرنگار ازیا پلیوس او گفت که به این و به یاری کالج و دانشگاه ها انجام دعوت در شهر کولاب امکان ناپذیر بود. ما با جلب میلیسیا، با جلب جماعت، با جلب جامعه شهروندی دانشگاه کالج همین ما در 15 جا خزاندم. میبخشین ابلا وقتی این ابلا وقتی برای شکایت که ابلا وقتی کردم. بنا بر گزارش‌های زیاد چنین شکایت‌ها نتیجه ندادند. از جمله ساکن کولاب مهراج کبیرов میگوید پسر او را مقامات از پس میز دانشگاه داشته به ارتش بردند. فرزند ما در انیورسیته در تاریخ و حقوق فاکولته تاریخ و حقوق در کورس سوم فرزند ما تحصیل میکنند. در کورس سوم فرزند ما را اومده از درون انیورسیته از درون اودیتوریاشون گرفته به طور فریب گرفته بردند. سرداری آژانس مبارزه با فساد در منطقه کولاب گزارش خبرنگاران را درباره چنین بازداشت‌ها یا ربودن‌ها سیاه‌کنی نامید. حتی سیاه هم کردن در چیز امریکا بچه یک تا عسکری بردنی بودن تا کجا را نویستن که چه بچه ژورنالیست باید بچه روزنامه‌نگار باید دعوت نشود. عهدهداری حربی برای همه شهروندی جمهوری تاجیکستان حتمی است. سخن از دعوت مجبوری پسر بیماری احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک می رود که باعث شکایت از فشار سردار میلیسای منطقه و کارمندان او شده است. خود سردبیر شکار فرزندش را به مقاله تنقیدی درباره کودکستان ها ربط می دهد. شکایت ها از موسم تیرماهی سرباز شکار در تاجیکستان زیاد بودند ولی مقامات همیشه آنها را رد می کردند. جمشید گل احمدزاده موجودیت آن را در نشست خبری تصدیق کرد.